شکردی اومدی؟ ها سوزه تیجی سلامتی خوب همانات میشهره اما خداکت خوبی؟ میشهره اما ما اومدم دیوانه کجا آمدی؟ اکم همیچه دک ای نو دیدم اکاد رفت ختیا بچه کی زردک مگزی رفت هازیمه بیوین توبه درشم توبه درشم توبه درشم یادت کردم یادم کدی؟ اوه. خیلی اومدن دا آمدی هازی اکم میبیوین تز گوزن چی میگی؟ همون بیا یا گوش کن یه مینوت همجا یه مینوت دستن من هول میگردم اینم یه چی باید بروردم خانم ازم بگیرم یا ام تشی چی دا بسن سویتا وردا بسن اینم میگیرم یا چی موندم بگیرم دویدم میام چی بسنم جدن ای بچه چی میکنی داری بولو؟ لبای چی میکنی داری بولو؟ ما سنجید خورده ایسم چی خیلی سنجید خورده ایسی این درختی زردولای اکا بخیلی نکن یا تنیمتی یافته خورده ایسم این کودکالی که جوشیدن صبرینه؟ ای صبرینه اینجا بیا کو تست که اینجا بدم ای چی احوالایت ده؟ یه بیتی روز شیده ایت خونه نداری خونه بدروی؟ ها؟ بدم تست خونه کد بخواه؟ تست که ای بیتی روز شیده ای نگاه کن شما همسایه دختراتون نمیگیرن هم دختری مدر برنه لازم همسایه تینجی میشم سش مسازم خوبه شکر اما تینجه ای اوزود بلند برو من الاخون شنم برو منو ها تینجی همی ابیت روز شده کودکو اینم که برو مدن بوزی کدستانی ابیت افتو نزدشون پگل اکا سعدی چی خیلی سلامتی سوزای زنگ میزنه؟ ها شکر سوزای زنگ میزنه سوزای کروش چی خیلی کروش خوبه؟ 6 سوزمو مسکوه بود کروش سوز نبود هم که گفتمش بخی بیا مردک خی نمیشه و کر بیا گفتم در همین دوشنبه کار شده کار ساز میشه اینا نه یک ماه پیش میگه کار یافتم کارم زور شده هر دو کودکا را بگی بیا ناز کو بگی برا هر دی کودک تو خیانگا نکیو همسویا شما را هم نمیفهمیدگی آدم بدهین این شانس ای دست نتیانگا اوخی بگی برا هر دی کودک تا اما بردن در همسویا ای دو کودک میبرم نکی من 3 کودک دارم کو آکی کومی او آکی کومی لبا السلام علیکم السلام نازی خواهر جان میشرم دکه اوتا دمیجی دای همیچه بیا بدروی نکه رحمت فیرو کنین چند مالازی اوتا ای اوتا لبای اوتا بیا فیراتون داره کی بگو بیا خی بگو بگو کی بیا بگو بیا نکن بیا السلام علیکم و علیکم السلام بیا نکن نغزی سوزی سلامتی تو خوبه رحمت بیا مرحمت کی خشم نه سر سما میرم گفتم یک کار مصلحت کنین مایل شو بیا خونه بداری نکن خب یا میدونیم با میریم شما دی بیا مرحمت کی بیا نکن خشم دی بیا ای خشم دی هزار بیا خشم دی رحمت بزگرین ای رحمت مرحمت کنیم بشین نکن این ای بالا بزگرین ای خشم دی این شمولای کجا که آورد شما را ها که نصیب ده بدای اومدیم همین لای امین خدا جان همه خانه توی خانه شوا الله اکبر الله اکبر هزار رحمت بخیر باشه کی سعدی بخیر اکا جان بخیر خیر خدا بخیر باشه اگه ما یا پیولا چویا در سخون پرتون نه بشی آخه بشی ما میندار همه گویا که خوردگی اکا چیت تشیه خونه ما اومده اینا رحمت به یک کاری خیر آمدم خیر اگر اجازت باشه امیر یا مصلحت کنیم با ما برم
کنجی اخی سوسر بفهمونین مالا اکا جان با اجازت شما یک کارو مصلحت کنی مایلش اگر شما روزی شوه ولی چند بار میریم بو مایلش گپ زنیم با حضور بیمالون همین اوتم های مسکو زنگ زد اوتم در مسکو کار میکنه گفت که همون خونه اکا کامل شما بسیار اویله با تربیه اویله خواندگی اویله بهترین همون دودر کنجگی مونه مثال دختر شما در گفتیم که هر دشه خوشبخت کنیم هزار رحمت سعدی جان این خیلی قدر ما دیگر کجا میام با فکرم انا اگه به ملالی اگه خفه نشین سعدی جان انا با فکرم که همین زنک انا یا بچه همین دوگاناش ده همین یک شب گپ که سبدن با فکرم که دودگیان میتونشه با فکرم دختر شما به خفگی ده اکه کمیل جان ولی مصلحتاتون نو بخته بده کو گوش کاکا همین دخترتون مود کلون بتین همین مردکی گپ دخترتون چند کیلو میروید همین 218 کیلومتر یعنی که همین دخترچه ما چند کیلویی که برویا چه نیویسی همین ما دا کیلومتر هو اکا همین دختر شما چند کیلوی بروید ما در ویسش همون کیلومتر اگانی اکا جان من یک محق مولاد بودین مایل شما گفتنه که در یک با ای خشت بارتون بپرسین نه اکا جان من خشت وارو من نمیپرسم من همین دخترچه ما یک ماه دیگه فربه کنم باور نمیکنی چی به هر دیگه قد دروغ گپ بزنه یگم گپی راست نداره ابره گوشه ما میرمه یگم گپ باور نمیکنی بیشی خیلی چی دیگر اینا نقل کنم او گپی دروغ نه این دروغ نیست گوش که مرا همیشه خواب دیدم دبی رفتم همین خیلی در دبی تماشا کردم با فرمو ما بگو سالی همین خیلی تماشا کردم وقتی نمیدونم چخیلی نقلتون کنم باور که این دوما میبینی این چند ایتاج که این نمیدونی حسابش نمیره باور نکنی کمیل جان این خوابی دیدگی تو هیچی چخه تو فقط همین گشتی ایسو اوسو تماشا کرده را این ما همیشه یک خواب دیدم این باور که بگفتن نمیشه اینه این باور که میدونی چی؟ چی؟ همین خانوم مانده تشکیلی کردم خای؟ گو کشتم این آش بی، این ششلیک بی، این منتور بی این تمام نوز نمادهای دنیا در همجا تشکیلی تمام بچه های قشلاق فیرو کردم این بزن دیگه مغز چغز اصلا گوش بیرونه یه بیا مان سعدی جانه تو آدمگری هم نداشته نخواد همین دری همسایگری ده تو من رفیقی تشیده من فیرو نکنی همین خط تشکیلیش کرده ای یه کمیل جان رفتم خانوتانو پرسیدم گفتن دوبای رفته گیه